سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره ببینیم که اولین ویدیوهای یوتیوبرهای خفن رو ببینیم، پارت دوم. پارت اول رو اگه ندیدی برو سریعتر ببین و امروز هم قراره ببینیم پارت دوش رو ببینیم. و خب بچه‌ها ببینید، الان ما اولین ویدیوی آریکیوکتار قراره ببینیم و قبل از هر چیزی خب من 300 تا دونه سابسکرایب دارم، خب یعنی از حمایت شما. خب و دوست دارم همدیگه با هم آشنا شیم. یعنی چی؟ یعنی شما اگه میخواید یوتیوب شروع کنید، اگه تو این 300 تا سابسکرایب من کسی میخواد یوتیوب شروع کنه، من میتونم داخل آیدی تلگرام من شما پیام بدید و داخل آیدی پیام تلگرام من عکس از چنلتون بفرستید یا آیدی چنلتون رو بدید. من یه ویدیو قراره بزنم در موردش. 300 تا سابسکرایب حدوداً 10 نفر شاید بخوان یوتیوب رو شروع کنن، و اگه مثلا مشترکینتون کمه با همدیگه آشناتون کنم. مثلا اگه طرفدار شما، یعنی ویدیو مثلا اون کس خوشتون اومد، شما مثلا برید اون طرفداری کنید، حمایت کنید. خب و اگه ویدیوش خوب بود، خب و 300 تا مشترک دارم دیگه. گفتم حمایت های شما هم هست و گفتم اگه خواستید میتونید به آیدی تلگرام من پیام بدید که یه جورایی مثلا بیارمتون تو ویدیو بگم. خلاصه بریم اولین ویدیو آریا کیوکس رو ببینیم. خب بچه ها بذاریم ببینیم یوتیوب فوکسونه این بتونید ببینید یه متریال خیلی خوبی داره دوره هم کنید. این اولین ویدیوشه، این اولین ویدیوشه. خب نکنید انگشت شما سور نخوره، عرق نکنه و تصویرش و تصویرش بی او ای و اینا همونه. دکمه هوم از وسط اومده به سمت بالا، فکر کنم یکم کاور ویدیو هم اینه. لپتاپ من یه بخاری شده، اومد داغ شده. کاور ویدیو هم اینه، کاورش اینه که داره دسته ها رو چک میکنه. این اولین ویدیوشه که حدود 595,000 تا هم خورده و حدود 679,000 تا مشترک داره و 1600 تا هم ویدیو ساخته. بریم نفر بعدی. خب نفر بعدی کسی نیست جز پوریا پوتک یا همون پوریا عرب که حدود 1,070,000 تا سابسکرایب داره و حدود 1600 تا ویدیو ساخته اندازه آریا کیوکسه و آخرین ویدیوش هم مال 10 سال پیشه که 300,000 تا کلا خورده. فکر کنم آریا کیوکسر بیشتر فن داره تا پوریا پوتک و قدیمی ترین ویدیو پوریا پوتک هم بریم ببینیم. خب صبح شب قبل که مست بودم، سرم درد میکنه، مرده است رو هم. بابا میگه این کسچرا چیه؟ ای به نفره گوشاتو بده. چقدرم لاغر شده، ناکن. نه نیم لاغر شده، ناکن لاغر بوده. چقدرم لاغر شده، خاک تو سرم، چقدرم لاغر بوده. خب بعد عرضم به خدمتتون که بذارید بهتون بگم که کاورش اینطوری نبود. من یادم فکر کنم عوضش کردن. حالا ناکنید خودتونم بیاید ببینید. این کاورش اینطوری نبود، کاورش رو عوض کردن. خب بریم سومی یوتیوبر و بریم سراغی که دوربین مخفی های خفنی رو میسازه و خیلی خفنه و اوایل اون موقعی که کرونا اومده بود داخل اینستا فعالیت میکرد و بعد هدایت شد به سمت یوتیوب و من از اول فنش بودم. خلاصه بریم با هم
بگیم کیه. چرا من کوزشیر میگم؟ سویل پرانک. خب این اولین ویدیوشه که مال 2 سال پیشه. میگم اینستا اومدن یهویی تو یوتیوبش کلا اینطوری، بعد اینطوری دوربین مخفی رو اون موقع 400,000 تا خورده و بردش بالا، یعنی اومدن بعضی هم دیدنش. خب بعد اون موقع ریش میذاشته، بعد اینم بوده کاورش. خلاصه بریم ببینیم. مثل بقیه دوستان نبودیم که از ایران فرار کنیم. ما به خاطر نتونستن که کار بسازیم تو ایران فرار نکردیم، نیومدیم این کشور. مهاجرت چیزی که خیلی کمک کنه. سلام، خیلی چاکرم رفقا. اولین ویدیوشه. خب اولین ویدیوشم با همسرش گرفته داخل یوتیوب. خب بریم نفر بعدی. خب نفر بعدی کسی نیست جز سوگنگ. خوب ببین پیشرفتش خوب بوده. آره خوب بوده. توی 6 سال تونسته 645,000 تا سابسکرایب بگیره. معلم ریاضیمو 645,000 تا سابسکرایب بگیره. بعد خیلی خفن. اوکی آره پیشرفتش خوب بوده، مثل آریو پیکسل بوده دیگه. 6 ساله، حالا 6 سال خیلی هم زیاده. و اولین ویدیوش که بهتون بگم بازی کردن بود. خب و دومین ویدیوش از ایران رفتن بود. فکر کنم بازی کردنش چهره خودش نداره ولی از ایران رفتنش داره. و اولین ویدیوشو حالا اینم که نداشت، ما تریلرشو دیدیم تو این اولین ویدیوش قیمت بازیای داخل استانبول ولاگ کلا میذاشته، تا بعدش اومده پشت میز و اینطوریا. ناکن ویدیو چجوری بوده؟ ایدیتاش هم خوب بوده، خودش میزده معلوم بوده. ناکنید خب ناکنید اولین ویدیوش اینه. کاورش چی بود؟ بذارید اولین ویدیوش اینه که لاغرم بوده. بعد الان قدیمی ترین ویدیوش اینه. این گیم است که گفتم چهره معلومه خودش ازشه. اینم این ولاگ است که ایران رفته. اینم فکر نکنم چهره گذاشته، ولی این کلا اولا ولاگ و گیم میذاشته. خب ولاگ و گیم گیم شروع کردم، اتاق گیمی من. خب بعدش اومده روم تور گذاشته سری. بعد جدید تریناش یا همون بریم صفحه اصلیش ببینید چه پیشرفت اوکی، چه ادیت های خفنی. خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با اینطوری و خلاصه اینم از سوگنگ. برو بریم یوتیوبر بعدی. یه جوری لپتاپم داغه حاجی، پشمام داره میریزه. شبیه سشوار شده. بریم یوتیوبر بعدی. کسی نیست جز هاچ پاندا. خب هاچ پاندا کسیه که تا به حال چیز نکرده، یعنی بخوام بهتون بگم فیس ریول نکرده. و اینکه خب اولین ویدیوشو حالا ما بریم ببینیم. قدیمی ترینو من میگن زیاد به خاطر ادیت هم امسال دوبان وارز برد. خب و اینم اولین ویدیوش. یه
لحظه واسه ببینم تصویر چرا نیافتاده. خب کاورش چجوریه؟ کاورشم اینه. و اینم از هاچ پاندا حدوداً 79,000 تا هم سابسکرایب داره، 79,500. و اینم بود از ویدیومون و خیلی خوشحالم که تا ته این ویدیو رو دیدی. خیلی ممنونم بابت اینکه حمایت کردی و تا ته این ویدیو دیدی و اولین ویدیوهای یوتیوب رو دیدی. اگه خب پارت 3 هم قراره بذاریم، حالا داخل کامنت ها بگید چه یوتیوبرایی رو بذاریم. و کسایی هم که گفتم اگه خواستن چیز کنن به آیدی تلگرامم که داخل دیسکریپشن گذاشتم میتونید یه سر بزنید و آیدیمو از کانال تلگرامم اونجا هست، اونجا به آیدیم بیان بدید و اوکی کنیم و بذاریم ازتون. و اینطور داخل دیسکریپشنه و اگه داخل دیسکریپشن هم پیداش نکردید داخل بیو چی میگن، خب داخل چنل هم هست میتونید ببینید. تا ویدیوی دیگر فعلا خدا سابسکرایب بدید.